سلام دوستان عزیزم، من آرام هستم از کانال دلارام تاروت، چنل دلارام تاروت. خوش اومدید دوستان عزیز. امروز اومدم با یک انرژی خانه جدید دیگه. دوستان قبل از اینکه شروع کنم انرژی خانه رو بعد چند تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم. نکته اول اینکه انرژی خانه های من برای کسانی پاسخگوی صحیح داره که حتما کانال من رو سابسکرایب کنن. پس حتما چند لحظه از وقت گرانبهاتون رو بگذارید و کانال من رو سابسکرایب کنید. دوم اینکه انرژی خانه های من زمان نداره، هر زمان که اون رو ببینید برای شما رزومیت میکنه. دوستان بعد اینو یه نکته رو بخوام بهتون قبلش عرض کنم قبل از شروع انرژی خانه، و اون هم این است که من 2-3 روز هست که نمیتونم لایو بذارم. نمیدونم چرا، یعنی هر کاری هم کردم لایوم وصل نمیشه. الان 3 روز اینجوری هست، دقیقا نمیدونم مشکل چیه. حتی فیلتر شکنم هم عوض کردم و فیلتر شکن جدید خریدم، اما باز هم وصل نمیشه. نمیدونم دقیقا مشکل یوتیوبم چی هست. 2-3 روز اینطوری شده. اگر کسی اطلاع داره ممنون میشم که توی کامنت ها اعلام کنه و میتونه کمک کنه. متشکرم. ولی برای کسانی که انرژی خانه شخصی میخوان، تعرفه ها و آیدی تلگرام هم توی پست و هم توی دیسکریپشن چنل قرار دادم. میتونن اونجا مراجعه کنن، آیدی تلگرام رو بردارن. جهت فعال شخصی در خدمتتون هستم تا انشالله هر چه زودتر مشکل برطرف بشه و بتونیم باز هم در لایف خدمت شما باشیم. دوستان عزیز، و البته حالا ببینیم که موضوع انرژی خانه امروزمون چه هست. بریم ببینیم که موضوع این هست که شخصی که تو مد نظرت هست، شخص عاطفی شما، آیا واقعا تو رو دوست داره یا نه. این ممکنه برای هر کسی باشه. ریل، عشق، ازدواج، کراش، حتی کسایی که کات کردن، بلاک کردن همدیگر رو، یا ما هم دوست هستن و فرندن. میخوایم ببینیم که آیا واقعا اون کیس عاطفی تو دوستت داره یا نه. دوستان عزیز، اگه میخواین که این انرژی خانی برای شما درست در بیاد، برای اینکه انرژی هاتون با من همسو بشه، لطف کنین کانال رو اول این ویدیو رو لایک کنین، بعد من شروع کنم انرژی خانی رو انجام بدم. خب من منتظرم لایکاتون رو بزنین و من کارتا رو شافل میکنم. شما لایکاتون رو بزنین عزیزان من. خیلی خوب، ببینیم که لایکاتون رو بچه ها زدیم. عشقای آرام. خیلی خوب، به نام خداوند اون زیبای پرده نشین. بریم ببینیم که چه خبر هست. آیا کیس عاطفی شما واقعا به شما علاقه‌منده یا داره دروغ میگه؟ چیه این کیس عاطفی شما؟ چه حسی داره؟ بسیار خوب دوستان عزیز، دارم میبینم که یک سری از کیس های عاطفی شما بینتون کدورت و دلشکستگی و غم هست و احساس میکنین که به شما بی‌توجهی میکنه و اونجور که لایقش هستین به شما وقت و بها نمیده. ولی برای بعضی دارم میبینم که یک انرژی کات و قهر رو اینجا دریافت کردم. ببینید دوست عزیز، کسی عاطفی شما رو دوست داره، به شما علاقه‌مند هست، منتها شما یه سری احساس هایی دارین، یعنی یه سری توقعاتی از این دارین که باعث شده که این توقعات شما رو ایشون به خاطر تجربه کم سن کم و یا نداشتن آگاهی نتونه برآورده کنه و شما دلتون بشکنه و خودتون بسیار آدم صبوری هستین، صبر کردین و که این رابطه اگر مشکل توش هست درست بشه. ایشون به شما علاقه‌منده، به شما میبینم که داره پیام میده و احساس میکنه که شما شخصیت بسیار خوب، قوی و آدمی هستین که پلن‌های مالی و کاری و مالی خوبی داره و میتونه از پس خودش در بیاد. شما رو خیلی آدم قدرتمندی میدونه و میدونه که شما اصلا نیازی به کسی ندارین و احساس میکنه که شما آدمی نیستین که بهش گیر بدین، تحت فشارش بگذارین و کسی هستش که قبلا توی زندگی عاطفیش ممکن دچار چالش و شکست شده باشه، ولی اینجا احساس میکنه که در کنار شما میتونه به یک رهایی، به یک آرامش برسه و دوست داره که برای شما خرج کنه. دوستان عزیز، برای مشتریاتون دوست داره که یه پولی، هدیه، یه چیز برای شما بخره، ولی بعضی میدونم که شاید مشکل مالی داره و به خاطر هم که فکر میکنه شما از تمام نیازهای مالی و پلنهای کاری، تحصیلی و یا بالاخره
دختر آدم آقای خودکفایی هستی، ایشون شاید نتونه از نظر مالی در لول شما باشه، یه خود احساس سرخوردگی بکنه و مثلا خیلی نتونه که ابراز احساسات بکنه و این باعث شده که یکم سنگینی باشه. اگر یه سریاتون احساس میکنه که یه خود رابطه‌تون چالش داره و احساس اضطراب، استرس و نگرانی دارین که توی این رابطه و احساس میکنه که این شخص یا آدمی که فقط فکر خودشه اینا، نه، ایشون به شما وفاداره، منتها یه سری سنگینی های توی رابطه‌تون هست. ممکنه چشم نظر، دعا، یه سری طلسم سنگینی ها باشه و این سنگینی ها دارم میبینم که اگر حل شه شما مشکلی ندارین، چون ایشون به شما علاقه‌مند است، در کنار شما کاملا احساس آرامش میکنه، شما یک آدم قوی، قدرتمند و آدم منطقی میبینه که بلدین از پس چالش‌های زندگی بر بیان، مشکلات رو حل کنین و درسته گاهی یه وقت ممکنه شمشیر برش از رو بکشن، چون برای خیلی هاتون انرژی های باد اینجا دارم میبینم، چه شما چه اون شخص و یا هر جفتشون اینجا یا رایزینگتون هست بچه، شمشیر هست و هم اون هم شما. ولی دارم میبینم که ایشون خیلی دوست داره که اگر تو ازدواج هستین با شما یک رابطه یک لول بالاتر بره، از شما بچه دار بشه، خیلی دلش بچه میخواد و اگر حرف زده که شما رو ناراحت کرده، ایشون خیلی غمگین هست و خودش احساس بدی داره و احساس دگرگونی شده که چرا شما رو ناراحت کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده. دوست داره با شما یک رابطه جدید رو شروع کنه، به سمت شما بیاد، خیلی دوست داره با عجله به سمت شما بیاد. اگر دور هستین دوری ناراحتش میکنه. برای بعضیاتون دارم میبینم که در رابطه با مجازی با هم در ارتباط هستین یا تلفنی یا با هم فاصله مکانی دارین، قهر یا کات، ایشون به شما واقعا علاقه‌مند، وفادار هستش. من اینجا انرژی های آتش رو هم دریافت کردم، آتش، شمشیر و آتش، ببخشید، باد و خاک. ایشون دوست داره که تا 2 الی 6 وعده دیگه داره به سمت شما میاد، دوست داره که با شما یک نامزدی، یک لول رابطه رو جلو بردن، یک آشتی، یک صلح میخواد از بین تمام کسانی که طرفدار شما هستن، خواهان شما هستن یا خواستگاران شما، ایشون برنده و موفق باشه. من میبینم که اینجا من چیز بدی ندیدم، احساس عشق دارم بهتون و عشق واقعی به شما ایشون داره و به زودی به سمت شما باز میگرده و منتها برای بعضی هم یک سری روابط کاریزماتیک ممکنه باشه این دوری. خب و ممکنه چالش داشته باشه و یا مثلا یه سری روابط باشه که کارمایی باشه و صبر کنین که این کارماها حل شه، چون دوباره کارت کارما افتاد. دوستان عزیز، این بود انرژی خانه ما، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا انشالله درست شدن لایومون که دوباره در خدمت شما در لایو باشیم. همتون رو به خداوند میسپارم، موفق باشین. بدرود.